سلام به شما. خوش اومدید به دوره آموزش خبرنگاری مدرن، جایی که قراره با هم قدم به قدم وارد دنیای خبر بشیم. توی این مجموعه آموزشی هر چند روز یک بار با یک درس کوتاه و ساده کاربردی همراهتون هستیم. توی اولین درس میخوایم براتون جواب یک سوال خیلی مهم رو بدیم. خبر چیه؟ خبر یعنی چه؟ خیلی ساده بگم، خبر یک اتفاق واقعی، جدید، جالب که در زندگی روزمره تأثیر میذاره. مثلا اگر امروز مدارس تعطیل بشن، این یک خبره. اما اینکه امروز مدارس طبق معمول باز باشن، نه، این خبر نیست. چون خبر یک چیز عادی نباید باشه. بنابراین چند مثال بهتر میگم. خبر اینکه فردا به دلیل آلودگی هوا مدارس تعطیل هستند یک خبره. ولی اینکه مدارس امروز طبق روال باز بودن نمیتونه خبر باشه. حالا بیاین چند تا ویژگی یک خبر خوب رو با هم مرور کنیم. 1. اینکه خبر باید واقعی باشه، یعنی نه شایعه باشه و نه دروغ. 2. اینکه جدید باشه، چیزی که امروز به تازگی اتفاق افتاده. 3. اینکه مهم باشه، چیزی که روی زندگی مردم تأثیر بذاره. و 4. اینکه جالب باشه، یه چیزی که توجه آدم‌ها رو به خود جلب کنه. 5. اینکه روشن و ساده باشه، نه پیچیده و نه گنگ. مثلا برف سنگین راه‌های شمال رو بست. خبر واضح و مهمیه. پدیده جوی منجر به اختلال در عبور و مرور گردید. بیش از حد رسمیه و نامفهومه. این خبر هست ولی خبر خوبی نمیتونه باشه چون ساده نیست. البته همه خبرها یه جور نیستند. ما خبر محلی داریم، خبر ملی داریم و خبر جهانی. خبر محلی مثل این که خیابون اصلی شهر فردا بسته می شود. این خبر محلی است و فقط برای افراد اون محل اثر داره. یعنی افرادی که در اون محل میخوان رفت آمد کنن و یا به اونجا برون. ولی خبر گاهی اوقات ملیه. مثلا قیمت بنزین افزایش یافت. این شامل همه افراد اون کشور میتونه باشه. و اینکه خبر یا میتونه جهانی باشه. ناسا انسان رو به مریخ فرستاد. به این نوع اخبار و به این نوع پردازش میگن دربرگیری. مثلا باید دربرگیری یک خبر بالا باشه که اون خبر جز خبرهای مهم باشه و برای همه مهم باشه و برای همه مورد توجه قرار بگیره. در یک جمع‌بندی کلی میتونیم بگیم خبر یک رویداد واقعی، جدید، مهم و جالبه که باید روشن و ساده گفته بشه. 2 تا تمرین براتون دارم. اینکه شما 2 تا خبر رو از اطرافتون پیدا کنید که یکی مهم باشه و یکی کم اهمیت. و دیگری اینکه یکی از اونها رو به شکل ساده و کوتاه بنویسید. میتونید اونها رو به شکل کامنت بذارید. مشتاقم خبرهای شما رو بخونم و فراموش نکنید که لایک و سابسکرایب کنید. زنگوله رو یاد بزنید تا درس‌های بعدی رو از دست ندید. تا درس بعدی، بدرود.